ماشاءالله 25 سال میشه اینجا دوغ میفروشه. این دوغ ما اوج قیامت شده لالا ظریف جان. 25 سال مردم از راه دور و نزدیک اینجا تشریف میارن. از محبت خارها گل میشود، نانها گوش میشود. نوش جان نوش جان. اما تو گوشت تاک شد گوشت بره گرده جان شما. از این دوغ بخورین که دوغ اوج قیامت و پا کده. انشالله خود شما به جریان هستیم، چیزی که ما هزاران در هزاران مشتری داریم و جریان هم که میگن انشالله یک گلاس دوغ مانستر شکست داده. انشالله. خلیفه جان سلام. سلام چی سلام خوب سلام بخیر هستین؟ سلامت. تشکر بخیر باشید. ماشاءالله ماشاءالله چی یک برنجی چی یک گوشتی. میشه یک معرفی کوتاهی داشته باشید؟ برابانی یک معرفی کوتاهی اگر داشته باشید. به نام خدا معروف وایدی هستم، یکی از رستوران دارای کوچک البته شهر هرات. اینجا به خدمت دوستا هستیم در حد قابلی به خدمت دوستا. استاد چند وقت میشه که به هرات به این جاده این فعالیت دارید؟ شخصا البته این کسب برادر کلان مانه اونا یک 25 سال میشه، 27 سال 25 سال با ما مسئول ترکی داخل همی کسبیم. باز خود ما یک 15 سال میشه کفگیر به دست گرفتیم. بله از این شغل خوب لذت میبرین؟ کسب ماست بله دقیقاً. یعنی خوب سعی خود خوب گرفتین درست؟ این کسب ماست، همینجا خوبی گرفتیم. گفته شما دیگه دوستا همینجا به خدمت میایین هستیم، همینجا به خدمت دوستا. من یک چیزی رو جان متوجه شدم به هرات یک هتل های بسیار مجلل و بسیار عالی هست، ولی هرچند خود من استفاده کردم از غذا و تردد مردم، تجمع مردم و میبینم که مشتری های بسیار زیادی در این خیابان به خاطر از گوشت و برنج زیاده. دلیل اصلی و که مردم اینقدر علاقه داره به این خوراکی چیه؟ دیگه یک غذای لذیذیه مردم پسند کردن. دیگه ترکیب از این زیادتر از این گوشت و برنج است که ما افغان ها علاقمندی زیاد داریم به گوشت. از این خاطر باز غذای لذیذه، شهرت جهانی داره، البته قابلی ازبکی. دیگه پسند کردن میاین دوستا زیاد میان، علاقمند زیاد داره. و بسیار زیاد ببخشید من سوال زیاد میکنم. در کل برای تهیه از این چقدر وقت میگذرونید؟ یعنی از چی وقت شروع میکنین تا بالاخره آماده برای توزیع برای مردم میشه؟ بسیار سه تقریبا ما از ساعت 7 صبح شروع میکنیم به 10 و نیم 11 آمده میشه. یعنی تقریبا 3 ساعت وقت میگیره آماده شه برای 200 نفر با گوشت آمده میشه. یعنی شما روزانه 200 نفر توسط یمی دیگ با می برنج و یمی گوشت غذا میدین درسته؟ همینجا آشپزی به همینجا میشه دقیقاً؟ همینجا از این شروعی که گاز روشن میشه و گاز است. دیگه روغن و پیاز و هم امکانات از همینجا میشه، بالاخره همینجا خلاص میشه و همین دیگه همه چی سر جا خونه. ماشاءالله که من به طرف از دیگ نگاه میکنم، دیگ بسیار دیگ کلانیه. خب برای از اینکه برنج و گوشت ساخته میشه یک نفر فکر کنم تنها داخل نیست، شاید چندین نفر باشه. درست؟ چند نفر در کل هستن تا این آماده میشه؟ 3 نفر 2 نفر شاگردای ما هم هستم، خدین همکاری میکنم آماده میشه. بله تشکر، بخیر باشین، به خدمت هستیم، موفق باشین، دست تازه کنین، میهمان ما باشین. تشکر. ما به تمام بیننده‌های عزیز پیشنهاد میکنیم که هر موقع به هرات میاین این غذا فراموش نکنن و حتما از غذا میل کنن. برادر عزیز سلام. علیکم سلام. خوب هستید؟ الحمدلله. اسم شریف؟ نعیم است. از همین هرات میباشین؟ نه از فرا هستم. از فرا. پس اینجا مسافرین؟ مسافر. توسط دوست و آشنا اینجا معرفی شدی آمده برای غذا خوردن یا اتفاقی برابر شد؟ نه ما اینجا راننده داخل کمیسیون بعد از همینجا برابر میشیم یا کار داریم، بالاخره تی شهر بازار قسم همینجا نان میخورد. یعنی به هر طرفی که کار داریم این طرف و طرف که میریم وقتی غذا خوردن زن شما 100% میگه باید بیام همینجا. بله. دلیل از اینکه شما اینجا انتخاب کردین برای غذا خوردن چون هتل های بسیار مجهز و عالی به هرات هست و غذاهای بسیار متنوعی هم هست، ولی شما وقتی غذای چاشت که میشه چرا اینجا میان؟ دلیلی چیه؟ این به خاطر حاضر سر راه انت میای نون میخوری و عجله داریم و کار ما. کدام تفاوتی در کیفیت غذا احساس کردین؟
نه خیلی خوشمزه خوبه دیگه گوشت عالی و چیزا. بریم از جدا یک لقمه بخوریم گوشتا. نه خوش رو میدین بمدن میکنیم خیلی بگیم واه 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 آخ مقصد زیاد دادیم اون خیلیه نه واقعا زیاده تو کم کنیم از محبت خارها گل میشود نانها گوشت میشود نوش جان اما تو گوشت تک شد گوشت بر نگرده جان شما وقت خوب و خوشی داشته باشید گل سلام علیکم سلام خوب بخیر دار سلامت بخیرین تشکر بخیر باشین به چی یک بوی چی یک طعمی چی یک غذایی روزانه چند نفر اینجا برای غذا خوردن میه استاد جان طبق معمول 200 نفر میاد 200 نفر بله یعنی همین دیگه شما برای 200 نفر غذا کفایت میکنید درست بیننده های عزیز جالب بزینه که همون تو یک برنج همون تو یک گوشت بلومیت یک دوغی هم ضرورت داره و به کنار از خیابان چشم ما به این دوغ خورد و تیکه های یخ میبینم ناخورده متوجه هستم که خوب صحیح یخ خوب تو مزه دار پیشنهاد میکنم حتما وقتی به هرات میایین به این جاده تشریف بیارین از این پلاگک ها استفاده کنین از این دوغا بخورین ماشاءالله جان کاکا خوب هستید؟ چقدر وقت میشه که اینجا دوغ میفروشید؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر باشید. ما فکس 25 سال میشه اینجا گاهیم. ماشاءالله 25 سال میشه همینجا دوغ میفروشید. بله. این دوغ ما اوج قیامت شده لالا ظریف جان. 25 سال مردم از راه دور و نزدیک اینجا تشریف میارن. بسیار خوب. تو یک کدام مشتری ها خاصی هم داری که روزانه یک گلاس دوغی حتما بخوره که عادت کرده باشه؟ شاید مشتری های داریم که 3-4 بار میایه ان شاء الله رحمان میایه و میخوره. دقیقاً از ماست یعنی از ماست با آب مخلوط کردین یا نه واقعا دوغ؟ ماست ما مخلوط میکنیم ماست ما البته سرشیر داره ماست مخلوط میکنیم او میندازونیم دوغ طبیعیه ان شاء الله هر برادر که بخوره 100 دفعه هم پدر ما خدا بیامرزی میده ان شاء الله. شما همین گلاس کمیالی پیشتر لطف کردین به من به چند روپیه میفروشین برای 10 روپیه بله باز از این بزرگتر هم دارین؟ فقط 10 روپیه یعنی همون نهایت دفخنیه پایینتر هم دارین؟ پایینتر هم 5 روپیه باز لیمونای کوچیک رایگان هم میگن توضیح میکنین بعضی وقت مانه که ندیشه باشه چری دوغ میدین برشان خداوند به کار شما برکت بده سلامت باشید خودم پیامی اگر ببیننده ها داشته دوستای عزیز به شما پیام همینه که از این دوغ بخورین که دوغ اوج قیامت و پا کرده انشالله خود شما به جریان هستین چیزی که ما هزاران در هزاران مشتری داریم و جریان هم که میگن انشالله یک گلاس دوغ مانستر شکست داره انشالله همین تو تد گپ میزنی که برنامه دوست دارم تو پیش ببری با چیکار کنین دیگه سوال جواب ببرم خوش آرام باشین تشکر بخیر باشین وقت شما خوش سلام علیکم بخیر باشین بخیر باشین این کامرامای نیاز کامرامای نه ما از طرف تو میگیرم میخورم بخیر باشین بله بیشتر مشتریایی که اینجا میاین از خود هرات یا نه از دیگه ولایت ها میان؟ از ولایت هم هست مسافرم هست ما شو کنیم تنها چاشتن فقط غذای چاشتانه مردم هرات قابلی ازبکیه فقط اصلی ترین غذایی که اینجا داده میشه همون برنج و همین قابلی و گوشته برنج چیزی نداره کباب اینا نیست چی ویژگی غذا داره که مردم اینقدر زیاد علاقه دارن با آمدن؟ خیلی خوشمزیه این با گوشت پخته میشه خیلی خوشمزه میه برنج سفید که صاف کردی مزه نداره فهمید؟ روزانه چند نفر میتونن اینجا شما غذا بدین؟ 200 نفر میشه بله معمولا جالب به هر هتل خیابانی که اینجا مراجعه میکنم همه میگن 200 نفره همین بیشتر همین دیگه این مشتری خاصی دارین یا نه؟ نه همین هر کی برابر اتفاقیه درست؟ مردم گفتین از ولایت هم اینجا میاد درسته؟ برای تهیه یه غذا از چی وقت شروع میکنین؟
صبح ساعت 6 تا الا 10 ویجه سردگی با دقیقا همین دیگه که ما هم اکنون به تصویر کشیدیم و آشپزی هم میشه درسته؟ خیلی خوب خیلی خوب. اگر با زبان ساده تر بخوایم صحبت کنیم داخل یزیدیک چند بوجی برنج های میشه؟ بوجه 2 بوجه میگیره منطقه ما 4 من 5 من همین خانه ها بیشتر نیست. نوعی برنجی که پخته میکنین چیه؟ برنج چیه هندیه دیگه هندیه بعد و گوشت؟ گوشت چی؟ گوشتم تکشاده تکشاده بعد اگر کنم خیلی نرم و لذیذه نه نه؟ این گوشت بالکل نوی داخل این برین میشه. بسیار. این دای عزیز بازم اگر هر وقت به هرات سر زدین میتونین بیاین از این غذاهای کاکا جان استفاده کنین. خب بیننده های عزیز ما خب تا هنوز نون چاش درم نخوردیم من و همکار من مقصد به هر هتل خیابانی که داخل بشم غذا خورده روانم لقمه خدا میدونه کامرامان اینو چی به دل خود میگه میاله. بازم هم تو به ادامه از این هتل های خیابانی داخل یکی از هتل های دیگه میشیم و میبینیم که آشپز هم بسیار به یک مهارت خاص داره که پیر میزنه و مشتری ها در حال پیسته دادن و همچنان خوردن غذا هستن. کاکو جان سلام. سلام خیلی خیر اسم شریف حمیدالله از کجا هستیم؟ از زمین هرات اصلی از مهراتیم. چند وقت میشه که این کار ادامه بدید؟ 13 سال میشه 13 سال میشه. خب معمولا سوالی که از همه آشپزا کردم برای چند نفر غذا تهیه میکنید؟ تقریبا دیگه 200 نفر تیار میکنم. شما کدام پروتکل خود مردم امضا نکردین 200 نفر کل نه دیگه 250 200 نفر 300 نفر روز که ما میفهمیم که وقت ما روز شنبه چند بخونیم روز دوشنبه چند بخونیم. تو کدام مشتری های خاصی هم دارید؟ مثلا معلوم باشه که نمی مشتری ها هر روز حتما مثلا دکاندارن همین صرافا اینا صرافا در کل یعنی صرافای هرات هم به اینجا می غذا میخورن. یکی از ویژگی های خاص از غذا که مردم اینقدر میایه به اینجا چی ویژگی داره غذا؟ ویژگی دیگه گوشت خیلی داره بالا. گوشت خیلی داره؟ گوشت خیلی پخته میشه خوشمزه میاد. گوشت نرمه درسته؟ و گوشت چی هست؟ گوشت گوسفند داره. گوشت گوسفند منظور شما از گوسفند چیه؟ بزغاله. بغزاله. و برنجیو؟ برنج هندی داره. برنج هندی؟ اینا برای پخت از اینا و از شب شروع میکنین برای پختن یا نه؟ ساعت 5 صبح میاد. 5 صبح؟ برنج چی وقت نم میکنه؟ برنج شای نام میکنه. میشه یک کفگیری هم تو مقارنه بزنید که تصویر بکشین؟ همه تو مقارنه یک پشقابه که ماما جا کنه گوشت برام نمایش میداریم ماشاءالله با پشقاب افغانی دیگه تو وطنی سم سهی یعنی پشقابی که شما جا کردین دقیقاً به چند افغانی میفروشید؟ 200 به 200 افغانی و پایین ترین قیمتی از خوراکی شما چند؟ اینو 50 روپیه برنج بی گوشته. یعنی با 50 روپیه هم فقط گوشت نمیده نه؟ بی گوشته. او تو مشتری هم داری؟ بله هستم. باز از 50 به بالا چند؟ 130 150 200. به 130 گوشت میدین؟ بله. کمتر. کمتر. ولی همون دبل ترین خوراک شما کاسته همینه و 200 افغانی. به من میره چند میدین؟ با شما گپ نشون پول ندارم. اما تو رایگان؟ نه خواهش میکنم بخیر باشین. تشکر کنم روی مسابقه کردیم. خوش باشین موفق باشین. دیار باشین. تشکر.